تا حالا شده از خواب بپری و حس کنی واقعاً اون اتفاق افتاده. مغز ما موقع خواب همون بخش‌هایی رو فعال میکنه که توی بیداری کار میکنن. یعنی اگه خواب سقوط ببینی، مغزت واقعاً حس سقوط رو تجربه میکنه. این اتفاق توی محلی به اسم خواب REM میفته، جایی که مغز به اوج فعالیتش میرسه. حتی بعضی دانشمندا میگن مغز توی خواب از بیداری هم خلاق تره. پس اگه خوابات خیلی واقعیه، نترس، چون مغزت داره قدرت واقعیشو نشون میده. اگه برات جالب بود لایک کن و نظرتو برام بنویس. سابسکرایب یادت نره، چون کلی چیز عجیب‌تر تو راهه.